کجا بگم؟ اون رفیق دیگه من میگم من صبح رفتم ساعت 7:30 در مغازه سوپرمارکت، گفتم آقا اندازه 2000 تومان پنیر بده. گفت یه تیکه پنیر کند گذاشت سر چاقو به من داد، من خوردم. گفتم خوبه ازم. گفت همین بود که خوردی 2000 تومان. فکر کردی به تو 1 کیلو پنیر میدم؟ امان از این جنسای چینی که بیداد کرده واقعا. اشناسیشی. یه کلیپ حتما توی موبایلاتون اومده که یکی از مقامات چین، حالا شاید ارشدترین مقامشون هست، داره صحبت میکنه، میگه ایرانی‌ها نباید ما رو مسخره کنن. چرا؟ چون عده‌ای از تجار ایرانی میان اینجا جنس درجه 3 و تقلبی سفارش میدن. گناه ما چیه؟ گناه تو چیه؟ چطور در همین چین اگر کسی اختلاس کوچکی بکنه در هر مقامی باشه اعدام میشه، چون مربوط به اون کشوره. اما برای کشور شما که تولید کننده هستین مهم نیست که کارخونه دارتون محصولی رو تولید کنه لنت ترمز درجه 3 و تقلبی که اینجا انسان‌هایی بمیرن و جونشون از دست بدن. بعد چی برایتون مهمه؟ شما همین قانون اعمال کن برای کارخونه دارات و تولید کنندات، به اونها بگو که حق ندارن جنس بد سفارش بدن. نه تنها در ایران، در هر کجای دنیا ممکن انسان خوب و بد باشه و انسان‌های بدی برن سفارش بدن. شما نباید قبول کنی اگر مدعی هستی که جهانی اولی هستی و رو به رشد هستی. و میگه ما رو مسخره نکن. مسخره میکنن. درست کن اون قضیه رو. اون از صحبت کردنشون همش هیچ هجای دیگه در الفبای اینا وجود نداره. اون یکی میگه من نفهمیدم اینا چی. گاهی اوقات میگم اینا دارن مسخره بازی در میارن. اصلا شاید اصلا باقی مانده از انسان‌های اولیه که تا با این مرحله رسیدن. به قول رضا رشیدپور میگفت تو یک لحظه تصور کن انسان‌های اولیه بلد نبودن صحبت کنن، با نقاشی مفهوم همو واسه هم دیگه میرسوندن. اینا میخواستن به هم فحش بدن، چه نقاشی واسه هم میکشیدن رو دیوار. این واسه تو، این به من، اینم به تو مثلا.